علاقه جنسی یعنی که همخوابگی کردن در داخل حمام جایز است یا نه؟ و یا مرد و زن پس از همخوابگی به نیت غسل کردن به حمام می روند. آنها فرض غسل را می دانند اما نیت غسل را نمی دانند. آیا آنها از غسل پاک می گردند یا اینکه نه؟ دوستان عزیز، ما به این سوال ها البته با پرگی جواب می دهیم. ان شاء الله از شما خواهش نوا را تا آخر با دقت خوب گوش کنید و به خاطر دیگران دیدن با خبر شدن در ویدیو یک تا لایک مانید و به کانال ما مهمان که شدید آبونه شوید. رحمت برای دستگیری. خداوند از شما راضی باشد. غسل و طهارت این در روی زمین چیزی است که هر خیل قبول کرده شده است. مثلا ما مسلمان ها پس از حاجتخانه برآمدن البته دستانمان را میشوییم یا اینکه پیش از به سر دسترخوان نشستن خوراک خوردن. البته این تربیت والدین ما بر ما هست که از خردی بر ما آموختند. خداوند از آنها راضی باشد. اما آدمان غرب نه پس از حاجتخانه برآمدن نه پیش از به سر دسترخوان نشستن دستانش را نمیشویند. البته نه همه‌اش. ما امروز درباره آدمان غرب نه بلکه درباره خودمان گپ میزنیم. غسل و طهارت چیزی است که در دین ما خیلی مهم است. با این آببازی کردن هم داخل می شود. البته طهارت دیگر است، غسل دیگر است. غسل معنای آببازی کردن را دارد. شخصی که دائمی غسل کرده می گردد این از جهت مادی و معنوی پاک و تازه می گردد. اما این چیز چگونه کرده می شود؟ اکنون در همین باره گپ میزنیم. شخصی با نیت غسل کردن یعنی که با آببازی کردن داخل حمام باید با پای چپ درآید. برای رضایت الله غسل کردن را نیت میکند. شخصی که نیت را نمیداند چی باید کرد؟ شما که اگر نیت غسل را دانید این خوش به حال شما هست و اگر شما نیت غسل را نمیدانید غسل کردن گیرید همان فرضش را اجرا کنید تمام. زیرا که شما با نیت غسل کردن داخل حمام شدید. دیگر شرط نیست که نیت آن را شما گویید اگر که ندانید. دو دستانش را تا آرین شسته بعدا عورتش را با دست چپ شستنش لازم است. شخصی که با نیت غسل کردن داخل حمام شد در هیچ جای بدن باید نجاست نماند. بعدا طهارت نماز گرفته می شود. با دست راست به دهان 3 مرتبه آب گرفته غلغله می کند. اگر شخصی روزه‌دار باشد باید احتیاط شود. بعدا بینیش را 3 مرتبه با آب تازه می شود. با دست چپ می شود. یعنی که البته با دست راست آب گرفته با دست چپ پرتوید. بعدا تمام اعضای بدنش را شستنش لازم است و با طریق پنجه‌هایش بین مویهای سر را باید که آب گذراند و همچنین گوشش را نیز و در آخر پایش را شسته با پای راست باید از حمام برآید. فراموش نکنید که خداوند ذات پاک است و پاکیزگی را دوست می‌دارد. شستن لباس و برای تازگی آیات ها هست. مثلا در آیه 222 سوره بقره چنین سخن ها هست. البته خداوند توبه کنندگان را دوست می‌دارد و پاکیزگان را دوست می‌دارد. و باز در آیه 6 سوره مائده چنین گفته است: ای ایمان آوردگان به نماز خیستید، رویهایتان را و دستانتان را تا آرنج بشویید، به سر مس کشید و پایهایتان را تا بجیل شویید. اگر جنوب باشید پاک شوید. شخصی که جنوب باشد غسل نکرده و به طهارت از چند چیز باید دور باشد. یکم از نماز خواندن، تلاوت قرآن کردن، به مسجد در آمدن، اعتکاف کردن، کعبه را طواف کردن، قرآن را داشتن. و شخصی که چنین جنوب باشد روزه گرفته نمیتواند. اما چنانه که گفتیم آیا مرد و زن، خصوصا این سوال بر جوانها تعلق دارد که جوانهایی که نو عائله برپا کردند آیا آنها میتوانند که در داخل حمام همخوابگی کنند یعنی که علاقه جنسی کنند؟ البته نه. قطعیاً در شریعت همخوابگی کردن و جنسی کردن در داخل حمام این منع کرده شده است. بله ما میدونیم که البته حمام و حاجتخانه مکان جن و شیطان است. البته همخوابگی با خود چند علامت های دارد. همخوابگی معنی آن را ندارد که شما در خانه باشید و
دیگر رو باشید و دیگر باشید. اما قطعاً منع کرده شده است که شما حق ندارید در داخل حمام همخوابگی کنید.